حمومت حاضره عالی. یعنی تو نمیدونی امروز من با این پا نمیتونم حموم کنم ها؟ تازه امروز که شنبه نیست. این بدترین موردیه که تا به حال در عمرم دیدم. از چی اینطوری شده دکتر جان؟ فشار بالای زندگی. بالای چی دکتر؟ فشار بالای زندگی. شاید بهتر باشه بریم طبقه اول چون روی پا تاثیر میذاره. ساکت شو. پیشنهاد میکنی چیکار کنم دکتر جان؟ چیزای تجملی رو بذار کنار. زندگی ساده داشته باش. برو به یک روستا. از این زندگی قشنگ دور شو. یادت باشه لازم نیست با هر دو دست شب روشن کنی. ما شب روشن نمی کنیم. آخه ما آباژور داریم. اونجا رو ببینید. اگه ممکنه تو لال شو. ممکنه؟ به نظرتون کجا باید برن دکتر؟ یک سفر برو به کوهستان. یک موقعیت خاصه. اصلا چرا نمیرین چادر بزنی تو هوای پاک تا میتونی آب بروش و از طبیعت غافل نشو. راحت باش. سعی کن همه چیزو فراموش کنی. میبینید زندگی در شهر برای کشنده. برای تو هم همینطوره. کاری رو که گفتم بکن. برو به یه سفر و وقتی برگشتی دیگه خودتو نمیشناسی. خدا حافظ. خدا میدونی بهترین کاری که میشه کرد چیه؟ چیه؟ میتونیم یه کاراوان ببندیم پشت ماشینت عالی. بهتر از خوابیدن توی چادره. پشه ها ممکنه اذیت میشه یکی از اونا رو ببریم بالای کوه؟ معلومه تا بالای قله میاد. نظرت چیه؟ ما نمیتونیم پس خرید یکی از اونا بر بیاریم. مجبور نیستیم بخریم، اجاره میکنیم. رفیقی دارم که از اونا اجاره میده و ما میتونیم از اون اجارهش بکنیم. اگه پول نقد بدیم کمتر هم میگیره عالی. نظرت در این باره چیه؟ الان میریم و میبینیم. باشه بریم. منو برسون کنار ماشین. مطمئنی من باید ببرمت پایین؟ آخه از این پلا که نمیتونم کمرم میشه. از آدمی مثل تو برمیاد که به دوستت در چنین شرایطی نبگی؟ یالا برگرد. تا حالا ندیدم کسی به اندازه تو نق بزنه. یواش برو. با اون نظر خیلی درد میاد.